این هفته خبر تو خبر داره براتون از بحران گرونی و خر آخوند رئیسی که توی گل گیر کرد و مجبور شد معاونش رو بفرسته تا این اراجیف رو بگه. من تا در حد خودم واقعا به آینده نظام خوشبینم. دولت از این که آدم به اصطلاح محتاج به صورت حاد در کشور وجود نداشته باشه بسیار مصره. یعنی نمیدونم هر چند جمله‌ای که آقای رئیسی گفته یکیش دیدی همین بوده. تو این قصه همین که میگن سید محرومونه هم مال همینه. خلاص بله، این شما و این همه چشمه از کارهایی که آخوند رئیسی برای محرومین کرده. سلام، صبحتون بخیر. آقایونی که میرید به این یمن و سوریه و کمک به مردمتون نکن. اینجا استان هرمزگانه، هشبندیه. بنده خدا پول ندارن خونه برای خودشون درست کنن، همه تو چادر دارن زندگی میکنن با بدترین حالت ممکن. این هم پاسخ مردم ایزه به آخوند رئیسی و دزدیاش. حالا دیگه خود مهره‌های رژیم هم به نفرت مردم از این رژیم اعتراف میکنن. قیمت چی در این کشور ثابت بوده که یارانه مردم ثابته؟ به فرض اینکه شما یارانه آرد بدید، افزایش قیمت سایر کالاها یارانش چی میشه؟ افزایش اون رو ملت از کجا تامین کنه؟ چی از ملت مونده؟ این روزها که به حوزه‌های انتخاباتی میریم، جز بد و بیراه مردم، جز آه و نفرین مردم، آیا چیزی شما میشنوید؟ مردم یادشون نرفته که همین آخوند رئیسی در زمان تبلیغات نمایشش برای انتخابات چه وعده وعیدایی میداد. اصلا قابل قبول نیست این میزان. قیمت گوش 5 برابر، قیمت خودرو 8 برابر، مسکن 7 برابر. این وضعیت چطور مردم تحمل کنن؟ منظورش این بود که چرا فقط بعضی جنسا گرون شده، باید همه جنسا گرون بشه. حکایت رانندگیشه که میخواست پشت فرمون بشینه اما اینطوری شد. این هم تیکه پرونی اعضای استبل ولایت به رئیس جمهور نورچشمی عظما. امروز آقای رئیسی، آقای ساداتی نژاد، آقای خاندوزی، شما یک اسب لنگی دارید که میخواد بره تو مسابقه، میخواد بره جنگ اقتصادی. این اسب لنگ رو عوضش کنید. مشنگستان این هفته رو با حرفای سبزعلی رضایی توی تیویری شروع میکنیم که خودش به اندازه کافی گویاست. قطعیت گفته میشه اما مردم مطمئن باشن. این چیزی که من میخوام عرض بکنم این جدی باشه که بی هیچ وجه ما خودمون رو کنار از مردم نمیدونیم. بله، خودشون رو کنار مردم نمیدونن، خودشون رو کنار دیکتاتورها و مزدورای رنگ و وارنگشون میدونن. سلام علیکم. حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار آقای اسد به موفقیت‌های بزرگ سوریه در میادین سیاسی و نظامی اشاره کردند و گفتند سوریه امروز سوریه قبل از جنگ نیست. اگرچه آن زمان خرابی‌ها نبود اما احترام و اعتبار سوریه اکنون بسیار بیشتر از گذشته است و همه به این کشور به عنوان یک قدرت نگاه می‌کنند. خلاصه این که پاسدار سبزعلی رضایی هنوز از چاله یه سوتی در نیومده میفته تو چاله سوتی بعدی. جنسا رو که گرون کردن هیچی، وقتی یه نفرم میخواد جنسی رو ارزون بفروشه این بلا رو سرش میارن. میوه فروشی داره ارزون میده، شهرداری اومده گیر داده بهش میگه چرا ارزون میدی؟ نکنید این قیمت ها اصلا توی خود تره‌بار این قیمت ها رو نمیده. این بنده خدا داره میده، الان دارن میخوان مغازه‌شو ببندن. چرا ارزون میدی؟
توی این وضعیت آخوندا طبق معمول مشغول فرافکنی هستن و برای گرون کردن هر جنسی یه توجیه میتراشن. همین موضوع تبدیل به سوژه طنز تو فضای مجازی شده. و اما یک گزارش ببینید از یک ماده غذایی خوشمزه ولی بسیار خطرناک. قیمت ماکارونی توی کشور ما خیلی زیاده و به این خاطر خیلی خوشحالیم، چون میدونید ماکارونی واقعا ماده غذایی خیلی مضری. من تا چند سال پیش ماکارونی زیاد میخوردم که باعث شده بود پوستم کهیر بزنه، دستام از کار بیفته، حتی سرطان لوزالمعده بگیرم. اما خوشبختانه با گرون شدن ماکارونی الان خیلی وقته حتی سرما هم نخوردم. به نظر من این یک توطئه استعماریه که سعی داره ماکارونی رو در جهان سوم ارزون نگه داره تا مردم مظلوم فقیر هی ماکارونی بخورن و مریض بشن. یکی از توجیهات آخوندا اینه که الان همه جای دنیا گرونی شده و کارش هم نمیشه کرد. این هم پاسخ یه هموطن به این خالی بندی آخوندا. خانم آقایان درود بر شما. آقا من دیشب دیدم صدا و سیمای ملی داره خودشو پاره میکنه که اروپا رو، اقتصاد اروپا رو بحران گرفته، اروپایی‌ها اصلا هیچی ندارن بخورن، دارن میمیرن. روسیه به اوکراین حمله کرده، آقا اصلا ترکیدن، اصلا اروپایی‌ها دیگه الان دیگه اصلا تورم گرفته که دیگه نزدیک بمیرن. خیلی خوب ببینید، یه تخم مرغ 8 تایی خریدم با کیفیت، یه گوجه از این گوجه خوشگلا خریدم، یه پنیر اورجینال خریدم گوسفندی خیلی خوشمزه است، یه کره صبحانه خریدم، یه ناگت مرغ خریدم که 3 تا توشه و اوکیه، 2 تا اسپاگتی گرفتم، 1 کیلو موز خریدم، یه بسته ماهی سالمونی که 2 تا قطعه توشه خریدم، نیم کیلو گوشت بوغلمون خریدم، یه تخم مرغ دیگه گرفتم که این تخم مرغ از این قهوه‌ایاست و لارج ایکس لارج خیلی بزرگه، 6 تاییه، یه کنسرو ذرت گرفتم که تو چیز میریزن سالاد و این حرفا، 2 کیلو یه بسته سیب زمینی گرفتم که از این 2 کیلوییاست، آماده است، خیلی به صرفه است، یه ماست پرچرب گرفتم که 10% چربی داره و یه روغن گرفتم که خدمت شما عرض کنم سرخ کردنی. تمام این اقلامو من اینجا گرفتم 18 یورو و 30 سنت. 18 یورو و 30 سنت حقوق 1 ساعت و نیمه یک کارگر صفره، کارگری که صفره، یعنی کارگر ساده 18 و 30 سنت. تمام این اقلام شد 18 و 30 سنت. حالا همین تو ایران بخواد کسی بخره باید زندگیشو از صفر شروع کنه، تازه با این کیفیت هم نیست. آقای صدا و سیما خودتو پاره نکن. شما مدیریت بلد نیستی، مردم دارن فلاکت میکشن. سیسمونیگیت خالیباف هم همچنان سوژه طنزها و ترانه‌ها در فضای مجازیه. ای داد من از این همه تبعیض و تناقض شمریزم، چی میخوای خب بلند بیست چمدون سیسمونی کافیه عزیزم، لبتر کنی پاسپورت توی هر کشور رو داریم، همه غرق دلاریم به روتون نمیاریم، ما لبتر بکنیم یا نکنیم فرقی نداریم، همه تحت فشاریم یه عمری سر کاریم. حالا که تا اینجا اومدیم یه سری هم به کارخونه دانش بنیان امامزاده سازی بزنیم که تنها کارخونه پر رونق تو نظام ولایته. اینجا رو که میبینیم کارگاه امامزاده سازیه. امامزاده نو دست دوم کار کرده 0 کیلومتر، انواع اقسامش از تولید به مصرف. تیویریش برای بچه ها انیمیشن درست کرده، موضوعش بمبگذاری توی قطاره. میدونم میخواستی قطار رو قبل از رسیدن به ایستگاه منفجر کنی احمد، ولی باید صبر کنیم من و فرهان تو ایستگاه از قطار پیاده بشیم بعد نقشت رو اجرا کنی. اگه نتونستید پیاده بشید چی؟ میتونم، تو فقط به چند تا از دوستات بگو که اونجا منتظر ما باشن. شما نباید سوار اون قطار بشید. بمبم من میبرم ایستگاه، اینجوری خطرش کمتره. یه جوون کانادایی اخیراً فارسی یاد گرفته، بعد حرفای یکی از مجریای تیویریش رو براش گذاشتن، واکنشش رو خودتون ببینید. آدم
غرور داشته باشه ولی مغرور نباشه، با غرور زندگی بکنی ولی مغرور نباشی. خب به نظر من میتونه آدم از خودش راضی باشه ولی از خود راضی نباشه. من اگر بد بودم اون موقع هم بد بودم، اگرم خوب بودم اون موقع هم خوب بودم. اگر سعی نکنی که عوض بشی مجبوری عوضی بشی. وقتی که عوضی میشی دیگه بد میشی. بهتره که اتفاقا عوض بشی. اینکه دیگران قضاوتت میکنن. یه نفر نوشت، یه نفر خوند. بازم نوشت، بازم خوند. اونی که نوشت مرد. اونی که میخوند موند. حالا من مینویسم تو بخون، من میمیرم تو بمون. آقا چی میگی؟ در پایان توجه شما رو به هنرنمایی یه هموطن جلب می‌کنیم که خودش یه تنه دوبلور چندین کاراکتره. آفرین بارکالله بچه‌های خوب و نازنینمان. کجا قراره بریم؟ بله داریم میریم جاست. نمیدونی چقدر منظرهای زیبایی داره. با بروجک خوب و نازنینمون میریم. وای ما بروجک ها خوشبالو میشه. نمیدونی چقدر مزه داره بازی و شدی. ها ما هم دوست داریم بیاییم جاس را ببینیم. نمیدانی چه مزه‌ای دارد. هفت آبادی از تهران فرار میکنیم. خب دیگه اگه تو قراره برین جاس بری وشتی کن و این بریم خب منم میام با کارمن کوچولو. خالصالان آفرین بچه های خوب و نازنینه. میرم همه جا رو میگردیم. وای پسر نمیدونی چه مزه‌ای داره. خدا شاید تهران بیدار در بیری عمرت برداشتی فرار کردی. تهران فقط شده دود گانایل. میبینی نورمن؟ منم دوست دارم برم شهرها رو بگردم. خوشبالم میشه. نمیدونی چه مزه‌ای داره. منم عاشق شهرگردیم. اصلا دوست دارم برم کردستان و سنندجم بگیرم. این صدای ماره ولی هنوز قسمتم نشده. های خدای به داد ما برس. پدر منم میخوام با شما بیام. میخوام بیام مردم با صفای شهرها رو ببینم. آفرین بر توی مارکوی عزیزم. ما یکدیگر خواهیم رفت و از نزدیک با چهره‌ها و مردمان آشنا خواهیم شد. اینجا جاسب است با مردمانی مهربان و دلسوز. اینجا کارهای کشاورزی انجام میدن ولی متاسفانه الان که داریم میبینیم دارن